اکنون دوستان از سمت چپ تصویر گرافیکی ورزشگر 22 ساله تاجیکستانی با جداگی سفید از تیمور رحیموف، او در مقابل ورزشگر 25 ساله اوکراین یکی فخم قرار میگیرد. این ورزشگران بار هم روی هم قرار آن اصول دوست داشته او چیمتا یا حلوکی بین رو چرا اجرا نمیکند. شاید حریفش سنگین وزن نسبت به او وزنی زیادتر دارد، به همین خاطر باشد. موقعیت اکنون، ولی ببینید چگونه اصول پرتابی سه‌های نگ از سوی ورزشگر اوکراین با وزری انجامید. واقعا باعث نگرانی خواهد بود دوستان. ببینید ایپان سه‌های نگ سنگین وزن ها نیز به این روش و وزری هنوز چند ثانیه دیگر تا انجام وقتی اساسی هست. 39 ثانیه دیگر. تیمور رحیموف در صورتی اگر داوران در مورد این پرتاب ایپان خلاصه‌گیری نکنند، محمد مراد عبدالرحمن نیز نگران است که مدال برنجی را تیمور رحیموف از داده و پرتاب باید توکل کند ورزشگر ما. موقعیت، اصول ضربه‌ای و یک زیدی حمله و راه گریز جستن از ببینید اصول حریف. 18 ثانیه دیگر تا انجام وقتی اساسی باقی مانده است. 17 16 ثانیه. موقعیت تیمور رحیموف باید نزدیک شود و یک اصول ضربه‌ای تامای نگ اکنون اسیکامی نشد. به هر حال در همین ثانیه های پایانی یک پیروزی 45 ایپان دارد و رقابت در ثانیه های پایانی و یک حرکت زیبای دیگر بود از سوی ورزشگر ما، ولی وقت به انجام رسید. داوران چی خلاصه میکنند در این مورد؟ ما نیز نتونستیم از سرعت بلند این رقابت قضاوت کنیم که تیمور رحیموف چی نتیجه را نشان داد. اکنون داوران قضاوت میکنند دوستان. به هر حال در ثانیه های پایانی نیز کار کردن نتوانست تیمور رحیموف باز از مشت یک ورزشگر ما